در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. به نام خدا. قسمت دوم برنامه تاریخ روشنفکری در افغانستان ضبط میکنیم. در قسمت اول دکتر صاحب موسوی معلومات بسیار شیرین و مفصل ارائه کردن و در این قسمت دوستا سوالات خود انجام میتن. نوبت اول احدی صاحب بفرمایید شما. با سلام مجدد. من خود معتقد هستم که نهضت روشنفکری افغانستان خراسان زمین یا نواندیشی با صنایع غزنوی عارف و شاعر قرن ششم آغاز به تجدد میکنه. این موسوی صاحب نگفت. بعدا امی دید به مولانا و امی قسم باز بس از جمال الدین و عبدو با سید اسماعیل و اینا و همون دوره ظاهر خان که محمد یوسف خان صدر اعظم است و دموکراسی و همون فعالیت های احزاب قانونی پاس میشن و بعد از این که اون همی توضیح دادن. من منشه از همی نهضت از صنایع میگیرم. این به خاطر عزیز که اول صنایع از وصف سلاطین غزنوی دست کشیده و شأن و دربار آنها شعر نسروده، بزرگ سازی نکرده، از سرخم کردن به سلاطین دوری کرده. فتوحات سلاطین و مجاهدینشان، تجاوز و غارتگری اموال مردم، یک خیانت به اجتماع و جامعه ایره معرفی کرده. امیر من میخواستم که یادآوری کنم موسوی صاحب کم لطفی کرد از ایران شروع کرد چون خودشان حال فعلا در ایران هستند. بسیار تشکر صاحب. خواهش میکنم. دکتر صاحب شما. کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. خب این به نظر من درست نیست، برای که افغانستان یک واژه جدید است. ما در داخل قانون واژه جدید وقت صحبت میکنیم، ما نمیتونیم 1000 سال قبل از او که در او چارچوب نبوده او رو در داخل از او بیاریم. مثلا صنایع اصلا کلمه افغانستان نشنده یا خیلی های دیگه. ما در جریان روشنفکری که خودی اصلا اصطلاح بسیار همی جز واردات که از اروپا آمد، یک همی کلمه انتلیکچوال یا روشنفکری به این شکل چیز در جامعه ما است. این از زمان شروع میشه که دولت ملت شکل میگیره. دولت ملت از 80 به بعد آهسته آهسته شکل میگیره. حتی 10 سال طول میکشه، حدود 10 سال که خطای جغرافیایی مشخص میشه و فلان اینا. بنابراین این ربطی به اون مسئله من اشاره کردم، اون مسئله امتی و مسائل دیگه، اون ربطی به جغرافیا و کشورهایی که ما داریم ارتباط نمیگیره. اون رقم اگه بگیریم، ما خیلی شخصیت‌های بسیار بزرگ داریم که خارج از جغرافیای ما هستن، ولی خب اون زمان جغرافیای فعلی ما، اون زمانی جغرافیا وجود نداشت. جغرافیا هر چیزی بسیار جدید و فرضی و اینطوری هست. ما در زیر نام افغانستان حرف می‌زنیم، نه زیر نام خراسان یا حتی کلمه ایران. اگر ایران تاریخی رو بگیریم، خب ایران بخشی بسیار بزرگ ایران همین جغرافیای فعلی افغانستان است. 75 تا 80% جغرافیای شاهنامه اینجاست. ولی خب این هر کس میتونه بگه که از ماست. حتی یک نفر در قونیه میتونه بگه که مولانا جلال الدین، ترکان میگن ترک است. از ترکی هم شعر گفته. اون زمانه این مسائل نبود. نه تنها نام افغانستان، خیلی نام ترکیه رو ما نداشتیم. مثلا کلمه ترک هم به معنی امروز نداشتیم. اتفاقا خیلی بزرگتر از امروز بود، خیلی معتبرتر و محترمانه تر از امروز بود. ترکستان بزرگ داشتیم که الان اون ترکستان اگر رسم کنیم از چین هم جغرافیش چیزتر بزرگتر و انترامش. ولی او یک مبحث تاریخی فرهنگی مدنی دیگه است. ما در قالب دولت ملت ها صحبت میکنیم. در قالب دولت ملت ها فکر کنم
عرایزی که میکردم در اینجا میگنجه. به هر حال از اونا میریم که درست نیست، اینا باید سنجیده شود، دیده شود. نگاه های امروز نگاه دیگه داریم به قضایی ها. ما نمیتونیم با میگن نمیتونیم پیش بریم. تنهایی در دوره تنهایی کاکتر از همه هر چی شاعر فارسی که معلوم نیست چند میلیون شاعر فارسی داشته باشیم، چون فارسی زبان ها اصلا یک رقم هستن که در هر خانواده مثل که یکی دو تا باید باشه. همین کاکی از اینا از نظر من ناصر خسرو قبادیانی بلخی است که در اون دوران همزمان هم عصر با هم هستن و در برابر غزنوی هم ایستون آثارش هست. پدر عرفان اسلامی را اگر بگیریم سنایی در جای شک نیست، اما روشن فکریگری به مفهومی که الان داریم پدیده است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه و بعد ملت سازی در اروپا و ناسیونالیسم بعد به یک چیز عجیب و غریب، حتی روشن فکر مفهومی که ما داریم با روشن فکر مفهومی که در اروپا در ادبیات انگلیسی است فرق داره، همین الان فرق داره. ولی به هر حال این یک پدیده بسیار نو است. بسیار با اجازه میبخشن ما تاریخمن میدانیم نهضت تاریخمن شما سید اسماعیل بلخی را آوردین در جمع روشنفکرها که علیه خاندان محمدزایی مبارزه کرده، درست؟ اما این که شاعرای ما شما اینا که امی سنایی غزنی انسان هم مدرک کرده که حال ما شما او را به نام دموکراسی و حقوق بشر یاد میکنه امروز، درست؟ اگر سید اسماعیل بلخی را ما میگیریم یا مثلا مجاهدین اگر شما در جمع از این بگیرین، اینا یا از عبدو کتابای همی بزرگوار و شریعتی و اینا که شما گفتین ای از سید جمال الدین افغان، سید جمال الدین شما که اگر او را بگویی که خب اونا خود چون او زمان افغانستان بوده دیگه دید از اونا نواندیشی بوده اینا آمدن. خب این نواندیشی را ما از امی صنایع آغاز میکنه و این از اینجا شروع میشه. مهربانی. یک دفعه اعتراض حدیث بی بود که از بلخی وقتی به عنوان یک مصلح، یک مشروطه خواه یاد میکنین، از یه نمی طرز تفکر از صنایع شروع شده. در این مورد مختصرا چیزی توضیح دارین سید؟ نیست، درست نیست. ببینین ما آقای احدی رفیق ماست، با هم ما دیگر رقم گپ میزنیم، با هم از رفیق ما که نیست، از کارت سخیست باست. بحث است که بحث این معیار یک سنجش این نیست که هر کس که ضد یک رژیم یک نظام گپ زد او روشن فکر است و اگر گپ نزد روشن فکر نیست. و در قالب افغانستان اگر یک کسی 700 سال پیش یا 1000 سال پیش مثلا با یک شاه مخالفت کرده بود بعد او روشن فکر است و اگر مخالفت نکرده بود او روشن فکر نیست. بس این نیست، بس است که ما در قالب افغانستان، این افغانستانی که از 1880 وجود می قبل از اون افغانستان نداریم، جغرافیایش همون زمان شکل میگیره، درست میشه. اصلا اینا برادران انگلیسی ما همون زمان میسازه، قبل از اون ما کشوری به نام افغانستان نداریم. دارالسلطنه کابل داره به عنوان مملکت. ما میم در قالب دولت ملت. فکر کنم جناب احدی اینجا را نمی دولت ملت، همین دولت ملت های جدیدی که ساخته شده بحث ما اینجا مشخص می‌کنیم، نه قبل از این. ما هزاران نفر داشتیم. خیلی روشن، حافظ یک روشن فکر است بنا به زمان خودش، اما روشن فکرای به معنی اندیشه های بسیار پیشرفته و گاهی هم انتقاد میکنه و انتقادهای بسیار ملایم میکنه، هم با قدرت مشکل نداره. حافظ میدون یا مولانا جلال الدین، اینا در تغییرات اجتماعی سهم ندارن، صنایع در تغییر اجتماعی سهم نداره. اندیشه های اینا این است که در بهترین حالتش اندیشه های عرفانی درونی ذهنی و یه مقدارم برمیگرده به شهر، ولی چون به شاه و به قدرت به اینا با اینا چیز نداره، مشکلی نداره که جامعه
خوب است نیست، چی میشه چی نمیشه، اینا رو ما چیز از اینا نداریم. بهترین اندیشه های در جهاد درونی، در جهاد داخلی، پدر عرفان اسلامی چیز است، آقای سنایی، حضرت سنایی، جناب سنایی. ولی این مفهومش این نیست که روشن فکرم بوده، چون من عرض کردم که کلمه روشن فکر 800 سال بعد از این زایده میشه، بعد از سنایی. ما فقط در قالب افغانستان معاصر صحبت میکنیم جناب. صحیح فهمو نواندیشی از همون زمان شروع شده، باید قبول کنیم تاثیراتش در جامعه ما از هر روز ما شما کتابای از این شاعرها رو میخوانید، کتابای از اونا تاثیرگذار بوده برای ما. از این خاطر است که همون عذابای ما شما رو پیشتر شما توضیح دادن، گفتن که مثلا اخوان المسلمین میگفتن، مثلا این چیزا میگفته، یا کلگش تاریخمند است. این قسمتی که محدوده افغانستان اگر این رو تنابض کنیم درست است، اما این که اگر به تاریخمند بدانیم شروعش از سنایی میشه. هم انسانیت هم منتقد است. ما شما امروز حالا مثلا انتقاد یکی از جزء چی انسانیت، اینا همگی شمو از همون ریشه میگیره، ضد شاه بوده و تغییرات بوده و فتوحات. اینا بر صورت تشکر از شما حدیثم. عادلی صاحب بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به همه پژوهشگران، فرهیختگان، مهمانان عزیز و بزرگوار عرض سلام و احترام ارادت داریم. سپاسگزارم از مدیر محترم رادیو کتاب جناب استاد محسنی که فرصت بیان چند نکته را درباره یکی از حساسترین مباحث تاریخ معاصر افغانستان که ما هم قید معاصر تاکید داریم که بحث خیلی به حاشیه نرم فراهم کرد، یعنی تاریخ شفاهی روشنفکری. ما در رابطه با تاریخ شفاهی روشنفکری افغانستان که بعضی پرسش های نمیشه دیگه در ذهن ما هست، ولی نمیخوایم در این فرصت وقت دوستا رو بگیریم. من 3 سوال کوتاه و مختصر از جناب دکتر صاحب داریم. جناب دکتر صاحب خوشحال شدیم بعد از مدت ها همراهشان هم کلام میشیم. دهه 80 اولین بارشان در وزیر اکبرخان آمد، اونجا دفتر گرفت، ما خدمتشان رسیدیم، بعد از اون گاهن خدمتشان میرسیدیم. ما 3 پرسش از جناب دکتر صاحب داریم، چون دکتر صاحب به عنوان روشن فکری که روزگاری در متن تحولات اینمی کشور بوده و امروز هم شاهد بخش مهمی از تاریخ معاصر افغانستان است. سوال اول من یکی، اگر روشنفکران نسل نخستی افغانستان معاصر در میان ما حضور می داشتن، اینایی که شما نام بردین، ما دیگه نمیخوایم وقت گرفته شه، آیا روی کرد متفاوت از روشنفکری فعلی ایران میکرد؟ شما برای بیرون رفت انضمامی بحران، همین بحران فعلی منظور مثلا، چی رای را پیشنهاد میکنید؟ سوال دوم من یکی، از دید شما جناب دکتر صاحب، شعار وحدت ملی که در دوران جمهوریت، دوره‌ای که خود شما در جایگاه مشاور و نمو دولت نقش داشتید، تا چه اندازه واقعی و قابل تحقق بود؟ آیا فرهنگ وحدت سازی و قهرمان سازی بعد از دهه 70 که زمینه ساز ظهور طالبان ممنوع شد، واقعا از تعصب و خشونت اونا فاصله داشت و مورد قبول شما هم هست به عنوان وحدت ملی؟ سوال سوم من یکی، به باور شما نسخه نجات افغانستان بر چی نوع روشنفکری استوار میتونه باشد؟ بازگشت به مسیر روشنفکری دیروز؟ بیش از هر زمان دیگه ما نیازمندی هستیم که با تکیه بر عقلانیت، روشنفکری، گفتگو و بازخوانی نقادانه تاریخ شفاهی را راه تازه بیابیم. اینمی 3 سوال داشتم. سپاس از توجه همه بزرگوارای یک وقت چانه گرفتیم و تشکر از جناب دکتر صاحب که فرصت فراهم کرد که ما سوالات خود مطرح کنیم و تشکر از جناب استاد محسنی که
همیشه سبب خیر و وصل و نقطه اتصال است بین دوستا. سوال اولتان روی کرد فعلی روشنفکران رو گفته بودین که روشنفکران قبلی همین روی کرد فعلی رو خواهند داشت. سوال همینطوری بود، درست است؟ سوال اول این بود که روشنفکرای نسلی نخستی که خود شما یادآوری هم کردین، اینمی آیا کرد متفاوت با روشنفکرای فعلی شما را میکنید؟ یکم رای بیرون رفت از این بحران پیشنهاد شما چیه؟ سوال اول ما این بود. بله فهمیدم. جناب جعفری، یکی از ویژگی‌های یک روشنفکری است که فکرش سیال است. حتی در همین الان باشه، 10 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد، با تغییرات دور و برش، تغییرات در مغزش، خب فکرش هم تغییر میکنه، در این جای شک نیست. به خاطر که وقتی جامعه تغییر میکنه فکر از اون باید تغییر کنه، جامعه تغییر میکنه، مشکلاتش هم تغییر میکنه و باید روشن فکر که مربوط میشه سرنوشتش با جامعه او هم باید راه حلش تغییر کنه. بنابراین اون چیزی که روشن فکرای ما در 1900 به بعد گفتن در مشروطه اول 2 و 3 و 4 در اساس کلی که عدالت خواهی باشه هیچ فرق نمیکنه. خب 100 سال هم باشه عدالت خواهی چیز خوب است، اما شیوه های بحث، گستردگی بحث، نوآوری هایی که در بحث شده بی‌نظیر است. الان گپای ما را اگر ما بودیم، همین ما زنده بودیم، ما گپای هم دیگر نمیفهمیدیم، در حالی که مثلا ما با افتخار ما برمیگردیم به این ریشه های ما به گذشته. برای که الان بحث بسیار مهم این است که چیزی به نام لفظ حاکمیت دیگه درست نیست. مدیریت کلان مهم است. مدیریت کلان هم اینطوری نیست که کسی که در بالا آمد او دیگه هر چی بخواه او وارد یک قول و قرار با جامعه میشه. در این قول و قرار جامعه که یک نمونهش قانون اساسی است، تابع اون است. وظایف جامعه به او دادن و او میته اگر اون وظایف انجام داد مطابق با اون قول و قرار خوب، اگر نه جامعه میگه تو برو یک کس دیگه به خدمت گذار بکنه. این نگاه قبلا در گذشته نبوده، در یه جای شک نیست، بسیار فرق داره. اما کل اینا در یک چیز بسیار هیچ فرق نکرده و اون این است که نگاه عادلانه استفاده از قدرت به مدیریت قدرت که همون مدیریت الان خدمت میشه و قانونمند شدن و بسیار گپاییست که الان جدید است. اون زمان شاید به این تفصیل نبوده. حتی قانون اساسی یا تذکره امان الله را که بهترین نمونه شد بخونیم بسیار ابتدایی است. من قانون اساسی اولین قانون اساسی زمان مظفرالدین‌شاه که مشروطه رو به رسمیت میشناسه خوندم، خنده‌دار است. اصلا خنده‌دار. بعضی گپا میزنه که الان حتی عقب مانده ترین فرد دیگه او گپا رو نمیزنه، ولی در زمان خودش بسیار مطالبه گری مطابق به زمان، ظرفیت زمان است. یک زمان مطالبه گری یک رقم است، در زمان دیگه مطالبه گری یک رقم است، اما کلش به یک هدف پیش میره. زبان فرق میکنه، بیان فرق میکنه، خواسته ها مطالبه گری ها به شیوه هایش فرق میکنه، اما هدف سر جای خودش است. شعار وحدت ملی، اولا جناب عادلی ما صرف جز مشاورین را جز دولت حساب نمیکردن، یعنی نمیکردن، نمیکنن، نخواهند کرد. عملا 99% مشاورین در امی اولین گپی که بهشان زده میشد میگفت مشاور صلاحیت اجرایی نداره، یعنی شما هیچ صلاحیت ندارین. اگر کسی از شما مشورت خواست، اگر نخواست. ما مشاورین در وزارت داشتیم که 3 ماه نمیمدن، اونو فقط میامدن موقع چیز خود حاضریش باید وزیر امضا میکرد، اونو امضا میکرد میرفت. دل از اون خوش بود که مشاور از هر جای میشش در میله و در قصه و پلو چلو که ما مشاور فلان جا هستیم.
او وزیرم خوش بود، حتی میگفتن چند تا مشاوری بر از او پاس میداد و بر از او پاس وزیرا. ما از این جنس نبودیم سر. ما بارا شده که اما حالا به هر دلیلی بوده، من نمیفهم، به دلیل بد اخلاقی نبوده، به دلیل از شانس ما حرمت و دوستی بزرگواری دوستا بوده. بارا شده که من رفتیم وزیر گفتیم این نمیده که مذاکره چتیست، یعنی خیانت که شاهدم نداره، یک رقم نمیشه، یعنی خیانت است. و بعضی از وزیرها بیشتر، بعضی از وزیرها کم داره، ولی تمام این وزیرهایی که میشناسم حکمایی رو بوده که پیشروی به چیز کردن، پاره کردن، چون اشتباه بوده. من رفتم برشن استدلال کردم که اشتباه است، هیچ از ما مشورت هم نخواست. ما تو بوده که 6 ماه به کس نمیگفتم، 6 ماه مفتکی کار بکنیم، ولی مشاوری بودن که 6 روز کار نکردن. جناب دکتر صاحب، خیلی با عرض معذرت، من عرض معیه البته یک دفعه به مفتدهن مثال آمد دیگه، خب پوره که من تا جای بگیریان من میخوام شما به عنوان یک شخصیت تأثیرگذاری روشن فکری که در درون تحولات افغانستان بودین و در اونمون نظام هم حضور داشتین، ما از اون جهت خواستیم سوال کنیم که آیا همین فرهنگ وحدت سازی و قهرمان سازی که بعد از دهه 80 که با زمینه ظهور طالبان شد، واقعا اینا تعصب و خشونت با تعصب و خشونت فاصله داشت یا نداشت و مورد قبول شما بود یا نبود؟ اینی را میخوایم عرض کنیم اگر اون تعبیر دیگر که موضوع مورد است. آقای جعفری، من اولین کسی بودم قبل از برادرای چیز که به طالبا دور اول بیعت در دوران مجاهدین که کابل میدان سگجنگی درست کرده بودن، مصاحبه من در BBC است. من گفتم ما 3 تا چیز در افغانستان نداریم، همین اکه کلان ما همینجاست. حتی در صحبتایی که با ایشان ما داشتیم، حتی در دوران حزب دموکراتیک که زمان با یک سمپوزیوم در اکسفورد را انداخته بودیم، 3 دروغ بزرگ: وحدت ملی، حکومت ملی و هویت ملی. من امیری از سالها قبل از جریان ها گفتیم. اینا به این خاطر نه، به این خاطر من میگفتن که ما چیزی به نام دولت ملی تانوز نداشتیم. وقتی دولت ملی نباشه، دولت قومی باشه، دولت ها قومی باشه، خیلی چیزا هم نمیشه دیگه. 1000 بارم که بنویسیم، حتی در قانون اساسی جدید ما زبان ملی نداریم، رسمی داریم. چندین جا کلمه ملی باید میگود، مثل قانون اساسی های کشورهای دیگه. ما رو نمیریم رسمی میریم چون نداریم. اما کسایی که در این نوشتن و در این کاسه شریک بودن هم فهمیدن که گورم فهمید که مثل دلت شور است. ما چیزی به نام وحدت ملی نداشتیم، نداریم، نخواهیم داشت. زیرا این چیزا با استبداد و زور و تهدید و انتراس ساخته نمیشه، با آتش زدن و با کشتن اینا ساخته نمیشه. این درست برعکس است، این سرچپه است. اینا دوستای ما 100 سال 100 خورده سال راه اشتباه رفته. این فرمول اصطلاح دیگه هم که ما با کار بردیم زمان سلطنت آقای غنی، من برشان گفتم چون یک شناخت داشتیم با هم رشته بودیم، این فرمول شکست خورده. 2000 ناتو و B-52 و همه چیز بیارین، این فرمول شکست خورده، این فرمول نمیشه. یعنی چی؟ یعنی در عصر حکومت‌های ملی ما هنوز حکومت قومی داریم. ما از چنبره ناسیونالیسم قومی از او بیرون نتونستیم بریم. بنابراین شعار وحدت ملی است یک چیز بسیار خالص. همین الان ما شعار وحدت ملی نداریم، یعنی الان ما نداریم. نسخه نجات در افغانستان حالا این که بسیار کلان است. پیشنهاد من ایست ما اگه بتونیم گرچه فرمایشی اول شما به نظر من سوال سوم ما را جواب دادن، ولی در رابطه با علم قهرمان سازی ها چیزی نفرمودین. ببینین اصلا بحث این گپا نیست. همین 4 سالها پیش، شاید پیش از این که ما بچه بسیار تازه مکتب میرفتیم، اینا جبران خلیل جبران جمله داره میگه وای به حال ملتی که قهرمان مال قهرمان باشه، قهرمان ملی. ملت قهرمان معلومان خلق نیاز نداره. الان عصر خردورزی است. 1000 سال است که ما از خرد حرف میزنیم. از فردوسی ما با خرد حرف میزنیم.
و به شکل‌های مختلف ما خرد ورزی گفتیم، ولی حرفایی که میزنیم با خرد زیاد سرکار نداره. قهرمان بازی اینا چیزای قهرمان، اینا اتفاقا اینا درست برعکس این جریان است. اینا خواسته های مردم اینا نیست. یعنی شما فکر کنید یک نفر کشته میشه، 10 نفر 100 نفر 1000 نفر کشته میشه که یکی از اینا قهرمان شناخته شود یا مثلا بود شود. جریان های عدالت ها بود شکن است. جریان های عدالت های راستین راه را باز میکنه به مردمان فرودست، مردمان پایین، که مردمان پایین شکوفایی‌های خاص خود بیارن نشان بدن و همه در سایه یک عدالت اجتماعی همه به همدیگه کمک کنن که یک نظم فراگیری مورد قبول همه وجود بیاد. قهرمان کلی قهرمان است. همه الان افغانستان کلی شهید است، کلی هم شهید نیست. مارکسیست هم شهید میشه، مسلمان هم شهید میشه، کلی مجاهد است. یک نفر میتونه امروز مجاهد مارکسیست باشه، سبا مسلمان شه و رقمه در این وضع گدودی و معلوم است قهرمان خیلی اصلا یک گپ دیگه بزنیم که بیخی خاطرتان جمع شه. این کلمه حرامزاده است، این کلمه قهرمان فارسی نیست، قهر عربی است، مانش فارسی است. اصلا این چیز ساختگی است، هیچ نموتون ما نداریم، ما ایران نموتون عربی ما نداریم. بنابراین این نه دیروز ما قهرمان داشتیم نه امروز و نیازم به قهرمان نداریم. ما نیاز به انسان‌های دیگه داریم که یا در حاشیه گمنام می‌میرن یا خیلی امروزا مرده گده. اسد والبالجی رفت، خیلی آدم ها رفت، خلیق رفت، دیش شساکایی، اینا انسان‌های بسیار حریف جامعه هستند و اینا طبعا قهرمان نیستن. بسیار خوب صاحب. خب انشالله که عادلی صاحب هم قانع شد. استاد شهرانی دست بالا کرده و دکتر صاحب صمیمی صاحب بفرمایید. دکتر صاحب عرض سلام و احترام خدمت همه حاضران در این مجلس، به خصوص جناب استاد محترم جناب دکتر موسوی و بابت استفاده‌ای که ازشون کردیم و مطالب ارزشمند فرمانده. گرچه حقیر به دلیل بدی اینترنت امروز بعد از مدت‌ها در قم باران باریده و این باران رو نمیدونم برای اینترنت رقمی شده که اینترنت از ما قطع و وصل میشه. خلاصه استفاده کردیم. باز من فیلم کامل میبینم، انشالله بتونم به اصطلاح خوب استفاده کنم و استفاده انشالله خواهیم کرد. فقط من به صورت کامل نتونستم برنامه فرمایشات آقای دکتر موسوی رو گوش بدم چون اینترنت نداشتم. خیلی علاقه‌مند بودم که مطالب رو بشنوم. انشالله فیلم رو نگاه میکنم. یعنی اون فیلمی که در آقای نوید محسنی زحمت میکشن اون انشالله ما با دقت نظر خواهیم دید. اول یک سوال تو ذهن من الان که استفاده کنم از جناب آقای دکتر موسوی، سوال حقیر این بود که امی سوال دیگه که معیار روشن فکری، یعنی روشن فکر بودن، این معیارهای روشن فکر بودن به نظر حضرت عالی چیست و آیا این معیارها در روشنفکران افغانستان وجود دارد یا ندارد؟ چون ما چیزی که در افغانستان و در ایران میبینیم، هر کسی که اعتراض کند در مقابل خصوصا مشخصه اولی که روشنفکران یا به اصطلاح حقیر دگراندیشان، حالا اینا بعضیشون دگراندیش هم نیستن چون ما یک هم فکر باید روشن باشه هم اندیشه دیگر باید باشه. من فکر میکنم بعضی از این بزرگوارانی که به اصطلاح دیدگاه روشن فکری میگه ما داریم، اینا بیشتر مقلد کسانی هستن که از غرب و از جاهای دیگه به اینا تلقین میشه یا اینکه تأثیر قرار گرفتن. مثلا ما در ایران جنبش روشن فکران ما اولین نگاهشون به مخالفت با دین و سنت‌های حاکم بر جامعه ایران بوده. در افغانستان هم تقریبا چنین چیزی بوده. اگر روشن فکر مخالفت با عنعنات مرسوم اجتماعات بشری است، اگر همین است که در افغانستان ما داریم، اگر نه غیر اون است، بازم تحلیل بفرمایید آیا واقعا غیر این در افغانستان داشتیم و داریم یا نداشتیم. تشکر. همین سوال رو داشتم انشالله که استفاده کنم. خیلی ممنون. دکتر صاحب موسوی بفرمایید. اولا خدمت شما عرض کنیم که کلمه روشن فکر حرامزاده است، چون روشنش فارسی است، فکرش عربی است.
این معنیش این است که این نآمده. خیلی گپاست دیگه است که نآمده. مثلا کلمه ملت هیچ معنی نداره. ما چون یک چیزهای تحولات در اروپا اتفاق افتاد، ما خو بودیم، گفتیم برزی برای نیشن چیزی ریزه است، چیزی واحد کوچک، یک چیزی بسیار کلان ده که بسیار بری زمین ده که بان تا هستی هست. کلمه ملت بنی عقیده بنی باور، این ما گرفتیم ریزه ساختیم گذاشتیم در مقابل ازو. ما هم فارسی زبان ها این کار کنیم، عربا نمیکنه. عربا میگن او قول عربی. روشن فکر مرم زاده است به خاطر که کلمه روشنش فارسی است، فکرش عربی است. این یک چیز ساختگی جدید است به عنوان یک فکر اندیشه که شما گفتین، درست گفتین، از اروپا آمده. خیلی چیزا از اروپا آمده. همین تکنولوژی که شما استفاده میکنید می‌بینیم از اروپا آمده. حالا در اروپا ولی روشن فکر به معنی این چیزی که در کشورهای ما داریم نیست. این بیشتر تحت تاثیر چپگرایی مارکسیستی، یه چیزی عجیب و غریب خمیره، نیمه از غرب نیمه از شرق نیمه اینطوری، یک مفهوم کاملا جدیده که ما به این دادیم، مفهوم معنایی که ما در داخل گذاشتیم. در اروپا در غرب معنی روشن فکر اینتלקچوال به این مفهوم و کسی از که مثلا اینشتین روشن فکر است، اینتלקچوال، کسی که کار فکری میکنه. کار فکری به خاطر مشکلات جامعه را ما با فکر حل میکنیم. کسی یک فکر میکنه، یک فکر نو ایجاد میکنه و این باعث آسانی و سهولت کار میشه. مثلا AI یک بحث است. این بحث در اروپا اینتלקچوال ها این کار کردن، آمدن یک کار جدید کردن. حالا این کار ممکنه بسیار کارا رو تغییر بده و بسیار مسئله، ولی در اینجا ماهیت در کشورهای ما معنی دیگه پیدا کرد. دلیلش این است که کشورهای ما با مسئله استبداد سرنوشت خود حل نتونسته بودن و هنوز هم حل نتونستن. اینجا مردم و جامعه منتظر این هستن، این بودن که یک کسی چطوری این دست استبداد از گلوی مردم و جامعه دور میکنه. هر کسی کار بکنه گفتن روشن فکر کنم. در اول هم روشن فکر زنده باد و مرده بادی فلان ناستن. بنابراین کمتر به کسی که کار فکری میکنه در جامعه ما به اون میگن روشن فکر. این اندر مفهوم زید. ای که گفتیم به نظر شما در این حال جناب صمیمی ما انشالله که آمدیم خدمت شما میرسیم. شما در سوال که میکنین قضاوت هم میکنین، پیشنهادی هم میکنین، حکم هم میدن، میگه از در من اینطوری روشن فکرات فلان آمده و با دین مشکل داره. اصلا کار روشن فکر با دین ربط نداره. گفتم کار فکری میکنه. ممکنه فیزیکدان باشه، در فیزیک کار کنه، ولی روزای یکشنبه بره در کلیسا. در جوامع ما این مفهوم رو عرض کردم پیشتر که چیزی از مخلوطی است، خمیره است، از چند جای چیزایی گرفتن، مفهوم جدید ساختن. طبعا بهترین وجهش همین مبارز بودن در برابر ناعادلانه بودن نظام و شرایط و اینا بودن و این بد نیست. اما لزوما هر روشن فکر دین نیست. درست هم نیستی حکم که ما میکنه، نه در غرب نه در شرق نه در اینجا هر روشن فکر. غبار متدین بود، دکتر معمولی متدین بود، علامه بلخی یک روشن فکر بود، متدین بود. خب بلخی رو ما اگه بگیم ضد از غرب گرفته روشن فکری رو فلان، نه خود درست نیست. این در نظام بندی که ما میکنیم اینا گفتم کاتب جز روشن فکرهای اول افغانستان، مشروطه اول از فیض محمد کاتب که ملاتر از اون الان در قم نمیدم داریم نداریم، با باران یا بی باران. یک زمان که ما بودیم هر وقت که باران میمرد و گناه زیاد شده، خدا باران فرستاده که قم کمی گناهشو بشوره. خب فیض محمد مولوی واصف، مولوی عبدالرؤوف، اینا کلی مولا هستن ولی روشن فکر هستن. برای زمان خدمت شد.
بسیار تشکر سیب. پروفسور سیب شهرانی بفرمایید. بسم الله الحمدلله به نستعین. سلام به همه شما، سلام خصوصا به برادر بسیار بزرگوار و عزیز من دکتر سیب موسوی. همیشه از حرفای از او بهره میبرم، همیشه میآموزم و بازم بسیار آموختیم امروز و فکر میکنم تشریحات و تفصیلاتی که راجع به نهضت روشنگری در افغانستان دادن انشالله که نوشته شود و همگی از او بهره ببریم. اما ما میخواستم قبل از اینکه راجع به او چیزی بگویم یک مسئله ای را به ارتباط طاهری بدخشی ما باید از بدخشی خود دفاع بکنیم. یگان وقت یک چند روزی پیش 46مین سالگره وفاتی از او توسط بدخشانی ها و خصوصا ترک زبانای بدخشان تجلیل شد. در اونجا گفته شد که یکی چیزی را که دکتر سیب موسوی گفتن که او گاهی طرفی شوروی بود یا طرفی ماو مارکسیستای چین اینا، و چیزی که گفته میشه به حیث یکی از اصول فکری از او که ممکن است سیالی یا فکری از او بوده باشه، این بود که او میگفت دنبال روی باید قطع شد، باید ما دنبال رو نباشیم. یعنی در حقیقت او به نتیجه رسیده بود در اواخر عمرش که نباید ما طرفداری مسکو باشیم یا بیجینگ باشیم، بلکه باید فکر خود داشته باشیم. و همون فکر خودش بود که تا هنوز متاسفانه به شکلی که شرح و تفصیل داشته باشه هنوز هم وجود نداره. اما بچیش دکتر هارون بدخشی وعده داد که مثل که او کتابچه‌ای داشته که روزمره افکار خودم می نوشته پدرش، این تا کتابچه همی رقمی ها گفت وجود داره و وعده هم داد که اونا را البته چاپ میکنه و اگر چاپ شه باز بهتر میفهمیم که گپ در کجاست. اما سوالی را که من داشتم از بوکای خود است که این نظام تقلیدی یا مقلدی که هست البته او تاثیرگذار بوده از بیرون، در هیچ شکی نیست، اما این نوعی به اصطلاح ساختاری هم متضاد و هم جنجالی که در روشنفکری افغانستان میبینیم، امی از کدام نوع فرهنگ سیاسی افغانستانی را تولید کرده؟ چی چیزایی در فرهنگ سیاسی ما باعث ازی شده که این متر یک تاریخی به اصطلاح روشنفکری در افغانستان ما داشته باشیم؟ عوامل اساسیش چی بوده؟ دومی که مسئله البته که بسیار زیاد مهم هم است، مسئله اقتصاد سیاسی در یک کشور است. بسیاری مسائل فکری، روشن فکری اینا متاثر میشه از اقتصاد سیاسی کشوری که و البته مسائلی که در دور پیش هست. فرهنگ سیاسی و اقتصاد سیاسی که در افغانستان وجود داشته، یعنی اما اساساتی از اون چیز که باعث تولید این رقم یک روشنفکری که خودت گفتی روشنفکری که کاملا زیادترش ضدیت است با قدرتی که وجود داره. اما آیا اینا یک نظامی بدیلی را هم تشریح کردن، توصیف کردن؟ اگر کردن چی بود؟ مثلا تنها جمهوری خواهی کافی نیست، شاهین جمهوری این نمیتونه یعنی یک چی باشه، مفکوره تازه‌ای به اصطلاح روشن فکرانه بوده باشه، فقط بگی که این شکل حکومت نه این شکل. اما آیا ما در همین تاریخی درازی که شما 2 تا 50 سال به اصطلاح 50 سال اول 50 سال دوم، آیا در اینجا کدام بدیلی یک روش تازه فکری وجود داشته یا نداشته؟ مثلا 1000 سال قبل ما بازم در تاریخ اسلام چی داشتیم؟ مثلا سیاستنامه ها نوشته شد، نه؟ نظام الملک از غزالی، از بالسغونی، بسیار کتاب ها، یعنی 1000 سال پیش برای 200 سال آنقدر مسلمان ها سیاستنامه نوشتن، نظامنامه نوشتن که مکیاولی تقریبا 400 سال بعدتر The Prince نوشت برای اروپایی ها. اما چرا ما مثلا هیچ وقت به اونجا نرفتیم که ببینیم که خب اون چیزایی که در نظامنامه گفته شده بود یا در قطقدو بلیگ یا در نوشتای امام غزالی، چرا از اونا رو ما یعنی نتونستیم که به فرهنگ ما نزدیکتر بوده باشه تا ای که ما مقلد
مارکسیسم بودیم یا اروپایی ها یا دیگرها. تشکر استاد. دکتر صاحب بفرمایید. سوال اولشون یک دفعه دیگه هم بگن. نقطه اول خود چی بود؟ من گفتم که در فرهنگ سیاسی که مولدی اینمی نوع روشنفکری در افغانستان بوده چیست؟ یعنی همین فرهنگ سیاسی افغانستان، اساساتش، ارکانش یا دیگه که باعث تولید اینمی رقم ضدیت با قدرت است، اما نه تولید یک بدیل فکری که بتونه عوضی اونم چیزی را که میخوان نباشه. شما به این فقط تلاش همین بوده که هر کسی که در قدرت از گم شوه و دیگرها به اصطلاح قدرت به خود بگیرن، به دست خود بگیرن، تمام، دیگه چیز دیگه نیست. چرا؟ در 50 سال اول از عجایب این است، در 50 سال اول حالا بگیم روشنگران یا روشناندیشان افغانی بحث قدرت رو ندارن که ما قدرت رو میخوایم بگیریم، بحث تغییر قدرت رو دارن، به خاطر اینکه میگن که این قدرت باید تابع مهار شود، لگام زدش، اصطلاحاتی که هست، لگام زدش مهار شود و داخل چارچوب قانون بیه. چارچوب قانون هم به معنی قرارداد است که بین این کسانی که خواهان این تغییر هستند. ولی کل یعنی اصلاح طلب هستن. بله، مثلا میگن شاه باشه، نظام شاهی باشه، ولی این شاه و نظام شاهی بودن یک چیز است و این که مثلا یک قوم حاکم باشه یا مثلا یک خاندان حاکم باشه، اصطلاحی که غبار داره خاندان حاکم، این 34 سال یک خانواده حکومت کردن به اندازه که سفارت و وزارت و تمام ریاست و حتی ریاست المپیک دست خانواده بود. در زمانی که ما یادم هر جا رئیس بود یک نفر یا از خانواده سراج بود یا از خانواده از دیگه شد. چی اساسی در فرهنگ سیاسی افغانستان باعث ازی شده مثلا؟ چرا؟ فرهنگ به خاطر که فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ استبدادی هست، فرهنگ رشد مانع توسعه مانع عدالت اینا هست و این مهمترین چهرهش خشونت این فرهنگ سیاسی هست. به این مفهوم که شما کمترین حتی لازم نیست شما کاری بکنن، یک شایعه، مثلا کسایی که در دهه صدارت داود خان میره زندان، تا همین لحظه حتی در دوره جمهوریش تا جرم کسایی کشته شدن تا هنوز مشخص نیست. کافی است که اون طرف شایعه، کسانی که شایعه پردازن یا خبرهای سر چوکه میسازن، اونا یک شایعه پردازی بکنن و یک انسان یا خانواده رو نابود کنن و از بین ببرن، یک فرد رو. اون چیزی که جامعه رو وادار میکنه به خاطر اینکه در برابر این نظام ایستادگی صورت بگیره، عدالت‌های صورت بگیره، بسته بودن بیش از حد جامعه است. بسیار شباهتش هم الان ما داریم در خیلی بره‌های افغانستان تکرار شده این چیز. این باعث میشه که یک نوع واکنش به وجود بره، این واکنش اون مسئله رو به وجود میاره. فرهنگ سیاسی معنی فرهنگ سیاسی اجتماعی و یا فرهنگ سیاسی دینی حتی ما نداریم. دین هم ابزار است. یه فرهنگ سیاسی خانوادگی، فرهنگ سیاسی قدرت داریم. فرهنگ آگاهی بخش اجتماعی ما نداریم. حتی درس و تحصیل و آموزش و تغییرات هم که کار بسیار الیت است. حاکمیت یک الیت است که باعث فقر و فلان و خیلی مسائل میشه. مسائل اقتصادی عرض کردم که مسائل اقتصادی و سیاسی که در این دوره، در این دوره 50 سال هست، بسیار مشخص است که پیشنهادهایی میشه. مثلا شما نه تنها در زمان عبدالرحمن خان، نه تا در زمان عبدالله خان، نه تا در دوره هاشم خان، خرید و فروش و تجارت و رفت و آمد بین کشور و بیرون با امضای یک شخص میشه. یعنی اقتصاد یا فعالیت‌های فرهنگی یا تشبث اقتصادی مربوط بشه به سلیقه یک فرد یا یک گروه، یک شورای خانوادگی. که طبعا اقتصاد اجازه نمیداد کنه
ما بنان تاجر ملی نتونستیم یا تاجر کلان نتونستیم خلق کنیم. اولین تاجرهای ما که خلق میشه 3 نفر است که اونا وابسته هستن با نظام نه و نظام سود میرسونن، خدمت میکنن، ما دیگه نداریم. خب اینا باعث میشه که این مسائل اقتصادی سیاسی یا فرهنگ حاکم بر جامعه که به تدریج زبان مورد مناقشه هست، مذهب مورد مناقشه هست، رسم و رواج ها مورد مناقشه هست، این مناقشه به معنی تحمیل است به شکل‌های مختلف، حتی برای کسی که از همون زبان است قابل تحمل نیست. این باعث میشه که روشنگرا و روشنفکرا در برابر اینا نظام بدیل، اتفاقا 50 سال اول بحث نظام بدیل است، یعنی اصلاح نظام فعلی و او را به تدریجی در متونی که ما دیدیم بحث تدریجی است. خود اینمی ببر کارمند اگه بود که نظام شاهی را قبول داشت در دهه دموکراسی. ببر کارمند جز اصلاح طلبا بود، فوش بهش میدادن، خلقی ها بسیار داغ بودن و جریان دموکراتیک نوین بسیار داغ بود، چون این خودش از جریان اصلاح طلب است. میدونیم که عضو روی پشتونستان بوده و فلان بوده، اینا بوده به هر حال. و نوچه یا دنباله داود خان بود. دران کسی که با داود خان باشه خواسته هاش هم مثل تغییرات است که خود داود خان مثل تغییرات میرسه. اما عجیب است در 50 سال اول نظام بدیل هست، این چیزی است که در هر جای دیگه هست که این نظام، این ساختار، این شیرازه حفظ شد ولی اصلاح شد، کم کم اصلاح شد. چنانچه در دهه دموکراسی ما نمونه بسیار خوبی این ما می‌بینیم. در 50 سال دوم بدیل ها هست، ولی بدیل هایی هست که از نظر من این بدیل ها حالا تک و توک بدیل است. حزب دموکراتیک یک بدیل سوسیالیستی میخواد جامعه سوسیالیستی بسازه. جامعه سوسیالیستی یک بدیل است، نظامی که ناوردن، تغییراتی که در برابر وضعیت اون زمان جامعه یا به صورت فرمانها یا به صورت قوانین آوردن. فرمانهای ترکی یا مثلا تغییراتی که در 2 دوره حاکمیت پرچم، دوره ببرک و بعد در دوره دومیش دوره نجیب ما میبینیم. این تغییرات بدیل هایی است که اینا میرن عرضه میکنن. اما تا چی حد روشنگرانه است دکتر سوینا؟ یعنی اینا بدیل هست، اما بدیل هایی هست که یعنی واقعا درست فکر شده باشه روش؟ مثلا نه اولش دوره دهه اول از عجایب این است. من یک هفته پیش هم صحبت میکنم، در 50 سال اخیر شما نشانه های روشنگری رو بیشتر داره. در 50 سال بعد روشنگری رو نداره، بیشتر تلاش بر تحمیل، بر اعمال، بر قدرت هست. مثل که قبول اینطوری شده که تو باید اول بر قدرت بگیری، بر هر کار که تو بکنی اون کار درست است، چون تو فکر میکنی یعنی کار اینطوری است. و این روشنگری در جامعه وجود نمیره، واکنش وجود میره، واکنش های منفی وجود میره، واکنش های در برابری. اما در حتی حرمتی که روشنفکرای 50 سال اول داره، روشنفکرای 50 سال دوم نداره، به خاطر که اون روشنگری فراگیر اجتماعی وجود نداره. بیشتر میریم به طرف یک نخبگان کشکاری شده در درون، در داخل یک سری ایدئال هایی که اون گروه فکر میکنن ایدئال های اونا هست. مثلا حزب دموکراتیک بایی که منظمترین و تنها حزب به معنی حزب کلمه در افغانستان هست و در سر مملکت فعالیت داره، تأثیراتش دهه دوم تأثیرات روشنگری صفر است، بیشتر حفظ قدرت است، بیشتر حتی در جای رشوت میده، مثلا شونات اسلامی وجود میره فلان رشوت وجود. اما کل جامعه در درون خود یک سر روشنگری های، یک سر اداری های در جامعه رخ میده که لزوما کار روشنفکرهای رسمی یا روشنفکرهای درباری یا روشنفکرهای حاکم نیست. حتی بعضی از روشنفکرهای مخالف مثلا 5 سال پیش
در زمان حزب دموکراتیک به مثلا گروه مرحوم بدخشی یا راش به حزب دموکراتیک پیوستن، وزیر شدن، چی شدن و فلان. بنابراین روشنگری به مفهوم سازمان یافته که در کشورهای دیگه ما داریم، در افغانستان نداریم. هر مقداری که داشتیم در مرحله بهش در شکل مطبوعات، رسانه ها بسیار محدود بوده و بین از بین رفته. اول که یک سال هم نمیرسید طول یک جریان روشن فکری، در حالی که در کشورهای دیگه خب ما ابتداوم داریم. از عجایب این است که در بخش مذهبی ها روشنگری مذهبی بسیار محدود است، یعنی که مذهب غالب مذهب خرافی، مذهب سنتی، مذهب محلی هست و بحث مذهب قبلا مصادره شده توسط خود همین قدرت، حالا چه مارکسیست باشه چه مسلمان چه هر کسی باشه. در این بخش ما بسیار ضعیف هستیم. حتی از همین اول هم که ما میگیریم، هرچی ما طرف سالهای اوایل 19 میریم، ما بیشتر چیز هستیم، از 1900 میریم رهبرای مذهبی یا روشنفکرای مذهبی موفق تر هستن. هرچی این طرف میریم متاسفانه چیز هستن، تأثیر گذاریشون خوبی گذشته نیست. نسل پشت نسل که ما نگاه کنیم اینطوری است. یکی از مسائل دیگه هم این است که چیزی به نام بومی، حرکت بومی، تولید بومی در افغانستان تقریبا ما نداریم. همین تاریخی که ما بهش بسیار احترام داریم، شاید یکی از نمونه‌های نادر 100 ساله افغانستان است که نه تنها بحث که شما فرمودید، بلکه نکته بسیار جالبش این است که کسی که از درون جریان چپ مارکسیستی آمده در برابر جریان چپ مارکسیستی علنا عملا نیسته، میگه بحث طبقات در افغانستان به درد نمیخوره، اصلا فایده نداره. مسئله ملی در افغانستان این نیست. مسئله ملی این است که یک قوم یا یک خانواده یا یک ارزش یا یک هر چیزی بگیریم، این بر جمعیت کلان انبو بر دیگرها تحمیل میشه. تغییر این است. این اصلا طبقات به خود به درد نمیخوره. و خود از این نشان میده که روشناندیش واقعی اینطوری فکر میکنه، فرمول نمیره که تحمیل بکنه. اون تایر از درون جامعه آمده. اتفاقا خیلی ملاس هستن، تسلط عجیبی به زبان عربی داره. من استاد رضوی از آقای فرهنگ روایت کردن که در زمانی که در زندان بوده یک جلد قرآن داشته و یک عالم حاشیه نوشته. اما از خیلی آدم ها پرسیدم که این آدم این حواشی که نوشته چی بوده و قرآن کجاست؟ حتما سند بسیار بی‌نظیری هست ما رو پیدا بکنیم. خب کسی که چون قرآن خیلی مهمه در یک جامعه مذهبی، مردم با این زنده میشن، میمیرن، میخزن، میخوابن اینا، و خیلی مهمه که اینه بریم نبض این جامعه رو با این کار کنیم. با همه اینا ولی خب چون یک آدم است دیگه، جریان روشنفکری کلا از مدار خارج شده دیگه، متاسفانه تاثیر نداره. اما به هر حال بدیل هست. بدیل مشروطه خواهی خودش یک بدیل است در برابر وضعیت دیکتاتوری، در برابر وضعیت مطلقه. بیننده های گرامی، چنان که شنیدین دکتر صاحب ماشاءالله بحری از معلومات است در مورد تاریخ افغانستان و حسنش است که صمیمانه و با صراحت صحبت میکنه. ما بدبختانه بعد از 50 سال اول دیگر جنبش روشنفکری نداشتیم، بلکه جای از او جنبش قدرت طلبی گرفت و او قدرت طلبی ها افغانستان دچار فاجعه ساخت که آل خانه به خانه با هم جنگ داریم. نه تنها که با تفکرات مخالف خود در جنگ هستیم، بلکه اونایی که در یک فکر و یک جریان هم بوده با هم در جنگ است. نمیتونیم همدیگر را بپذیریم. امیدوار هستم دکتر صاحب موسوی باز هم وقت داشته باشه، هفته آینده تشریف بیاره و ما را روشن بکنه. شما هم لطف کنین نظر خود، انتقاد خود و پیشنهادتان از رادیو کتاب دریغ نکنین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.